10 نکتهایی که درباره ایران نمی‌دانستید. این کشور میزبان بلندترین آتشفشان آسیا کوه دماوند است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که اکثریت مسلمان آن شیعه هستند که اساساً به این معنی است که آنها به نوادگان مستقیم محمد اعتقاد دارند. الکل در ایران عمدتاً به دلیل مذهب آنها ممنوع است. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های عمل جراحی بینی در جهان را دارد. زنان ایرانی مجبور به پوشیدن حجاب در ملای عام هستند، چیزی که در حال حاضر مورد بحث شدید مردم است. بزرگترین صادرات آنها نفت است و بزرگترین صادرکننده پسته در جهان هستند. با وجود محدودیت‌های فراوان بر آزادی‌های زنان، 65% از زنان در دانشگاه‌ها زن هستند. آنها تقویم خودشان را دارند و این تقویم بر اساس چرخش زمین به دور خورشید است. ایران تعداد زیادی از افراد زیر 30 سال دارد، زیرا دولت در دهه 80 با دادن غذا و پول برای خانواده‌های بزرگتر بچه‌دار شدن را تشویق می‌کرد. صیغه ازدواج یک ازدواج کوتاه مدت قانونی است و به این دلیل وجود دارد که افراد بتوانند بدون مجازات روابط جنسی داشته باشند.